کینگ موبی با افتخار تقدیم می کند فرار. باز دیگه چی شده هان؟ حالا داستان داره. بازم سر و کله شما مزاحما پیدا شد. برید ببینم اینجا پیداتون نشد. برید دیگه از اینجا. جلو تو بپا. بریم ببینیم چی شد که اینجوری شد. اوزی تکون نخور. آهان الان میکشمه تموم میشه. دیگه نمیتونم. وای. خب تموم شد. اوزی چه خبر؟ تازه چشام وا شد. بیا اینجا ببین چه خبره. خب تقصیل من لبو ظرفش لوخ رو زمین که آخه من چیکار کنم پشیمونم من. به قول یه زربان مثلا قدیمی میگه که هرچه بگندد نمک هست میزنن. وای بنان روزی که بگندد نمک فکر کنم هیچ ربطی نداره. ایوان ایگی خوب بود. دو امتیازی. حالا ضربه بعدی. من نمیفهمم یه روزنامه دادن که اینقدر جار و جنجال نداره. آخه چرا این هر روز اینجوری میکنه؟ نمیدونم دوست دارم حالیشو اساسی گیر. چی؟ قیافشو نگاه کن خیلی زشته. اوزی بعدا میبینمت همساده. باید یه نفر رد میکنه. دومی نفر رد میکنه. حالا میخواد توی دروازه جا کنه. یه دروازه. ما چه عجب روزنامه امروزم رسید. عزیزم تو تهشو باید بخوری یا؟ من اینو دوست ندارم بخورم. این صبونه عالیه دخترم. ها؟ دست نزن. آفرین. هر روز اینو یه چیز بخور. تکراری نمیشه یه چیز بهتر درست کنیم. باید به همه چی قانع باشی. من همیشه غذاهای مقوی درست میکنم. ولی فکر نمی کنم. این خیلی خوشمزه است. بخور نوش جونت. اوزی اینم بخور بیا دیگه. این میگن یه چمنزه. وای بدبخت شدم.
ماشین چمنزن؟ آنتن خونمون؟ بفرما. اینم بده واسه اعصابم. بگی. حیوانات خونگی خود را به ما بسپارید. حیوانات خونگیتان را مانند پریقو بزرگ میکنیم و ازشون نگهداری میکنیم. حیوانات برای ما ارزشمندند. میدونی چیه؟ دوست دارم کل روز با اون بازی کنم. اصلا خیلی بازی کردم با اونو، دوست دارم، لذت بخشه. ولی اون مجبور دائم تو خونه بشینه و هیچ کاری هم نکنه. این خیلی بده و آزارده. ساکت شو. همش که نمیشه بازی کرد. ولی بازی کردم با اون خیلی خوبه، خیلی عالیه. نه من الان نمیتونم بازی کنم. آخ جون. آماده ای؟ الان میریم با هم دیگه یه عالمه بازی میکنیم. این همم گل دارم من. ببین چقدر گلای خوشگلی دارم. تو هم باید یاد بگیری که از گلا محافظت کنی. ای وای. که اینطور میشه بگی کجا بودی بدون اجازه من؟ ها؟ یه عکس بگیرم. آخ جون، روزنامه امروزم رسید. نو. ای وای، باورم نمیشه. خیلی خوشحالم، بالاخره موفق شدیم. حالا دیگه ما میتونیم یه عالم. خیلی خوش میگذره. بالاخره بلیطای برگ برندمون در اومد خانم. میتونیم بریم حسابی خوش بگذرونیم. وای عالیه، این تو آرزوهای من بود. اومدین اینجا، خوش اومدین. آره اومدیم خوش بگذرونیم. پس بیای. حساب سوخت. اوزی صبر کن، یه خبر خیلی خوب واسه دارم. اوزی نمیتونه با ما بیاد. چی گفتی؟ این بلیطا برای 3 نفره و برای اوزی در نظر گرفته نشده. پس اوزی نمیتونه با ما بیاد. میدونید چیه؟ اصلا ورود سگا به اونجا ممنوعه. اشکالی نداره، اوزیو میدیم دست یکی نگهش. نه خیر. خیلی سگ خوبیه، برای یه مدت ازش نگهداری بکنید، ما هم زودی برمیگردیم. خیلی ممنون از لطفت. فقط این که هر چی احتیاج داشت. الو الو. اینم خط خورد. دیگه هیچکی نمونده. چی کار کنی؟ ای بابا. نگران نباش، حتما یه راهی پیدا میشه برای نگه داشتن اوزی. حیوانات خانگی خود را به ما بسپارید. ما از آنها نگهداری میکنیم و بزرگشان میکنیم.
آنها را لای پریقو نگهداری میکنیم و مانند بچه های خودمان آنها را دوست خواهیم داشت. به ما فوق‌العاده بسپارید. است. بهتر از این نمیشه. اوزی رو میبریم اونجا. رضایت شما مایه فخر و اعتبار ماست. اینجا متعلق به شماست. خانه امن برای حیوانات. برای شما، برای آنان که حساسن به حیواناتشان بهتر از این نمیشه. و مانند اعضای خانواده شونن. وایسا. میگم وایسا. وایسا میگم اوزی با تو هم وایسا. اوزی فرار کن. وایسا. باز دیگه چی شده ها؟ داستان داره برات میگه. باز سر و کله شما مزاحما پیدا شد. مگه اینکه دستم به شما نرسه. وایسین ببینم. برای کنار. وای. بالاخره رسیدیم. به خانه حیوانات خود خوش آمدید. اینجا همان جاست که شما نیاز دارید. از دیدن شما خوشبختم بانو. و هوای عجب سگ بانمکی. اینجا خونه خودته، یعنی خونه خودت بدون. عزیز دلم چقدر تو خوبی. بیا بخور. اینم مال توی. اینجا چجوری از حیوانات مراقبت میکنی؟ اصلا نگران نباشید. اینجا ما از سگا مثل بچه هامون نگهداری میکنیم. بفرمایید خودتون ببینید. زود باش بیا. غذای مقوی و همینطور بهترین غذاها. به به، این غذا رو هیچ جا پیدا نمی کنین. من که اصلا حس خوبی اینجا ندارم. و اما امکانات جزئی و کلی برای سگ‌ها. ما به آنها احترام میگذاریم. ماساژ اختصاصی برای حیواناتتان اینجا انجام میشود. عالی. شما واقعا سنگ تموم گذاشتید. واقعا عالیه. شما از هر نظر خیالتون راحت باشه. این عزیز دل ما هم هست از این به بعد. اوزی کوچولو. الان دیگه خیالم راحت شد. اینجا میدونم که بهشون خیلی رسیدگی میشه. خیالتون راحت باشه چون ما اونا رو چشمون میذاریم. قرارداد رو امضا کنید لطفاً. فقط باید به اطلاعتون برسونم که ما کل قرارداد رو قبلش میگیریم، یعنی دریافت میکنیم. خیالتون راحت باشه. اون رو مثل بچه خودمون میدونیم. مطمئن باشید بهش خوش میگذره. خیلی خوب، قبول میکنم. خب دیگه تموم شد دوران لذت و خوشی. خانوادت هم رفتن و تا الان به ما تعلق داری. ببرش اینو، ببرش به جایی که باید بره. تعطیل کنید. خوشگذرونی و تنپنونی بسته دیگه، بیایید بیرون. سلام، از دیدنتون خوشحالم، یعنی خوشبختم. ببخشید میتونم یه سوال بپرسم؟ ساکت باش و سر جات بشین، هیچی هم نگو. یکم آرومتر، حیوان داریم پشت عقب ماشین.
دیسکو آخره بفرمایید پایین. هر چیزی که قبلا بلد بودین رو فراموش کنین. ببخشید میتونم بپرسم اینجا دقیقاً کجاست؟ اینجا جایگاه ابدیه. میدونی چیه؟ اینجا از تن پروری و خوش گذروندن دیگه خبری نیست. باید خداحافظی کرد با اون دوران. بجوید که حسابی کار داریم، وقت رو تلف نکنید. برو ببینم. نگاه کنید. ای وایسا، تو نمیتونی فرار کنی. تمام شد، جلوشو بگیری. کارت تمومه. جلوشو بگیری. یاد روز اول خودم افتادم. گفتم که فراموش کن هر کاری رو که بلدی. اینجا قوانین خاص خودشو داره. ببریدش. مهمون جدید داریم. اینجا قوانین خاص خودشو داره. بدون که نباید فکر فرار به سرت بزنه. باید یه سری از کارا رو دقیق و مو به مو انجام بدی. اینجا قرار نیست بهت خوش بگذره، ولی اگه قوانین رو رعایت کنی. میشه یه سوال بپرسم؟ اینجا دقیقاً چه جور جاییه؟ یعنی اینکه اصلا اینجا کجاست؟ منو اینجا آوردن که ازم نگهداری کنم. دیگه چی؟ قرار بود اینجا کلی بهم خوش بگذره و مثل خونه خودم بدونم اینجا رو. حتی از اونجا هم بهتر، ولی هنوز که چیزی ندیدم. عزیزم همه اونا رو فراموش کن. اینجا برای تو یه تجربه جدید خواهد بود. ببخشین من که متوجه نشدم. میشه بیشتر برام توضیح بدین ها؟ ببینم چی میخوای بدونی؟ راستشو بخواین من چیز زیادی از اینجا نمیدونم. من یه سگ خونگی، ما از خونه اومدم. میخوام اینجا بهم خوش بگذره، یعنی اینکه ازم نگهداری بشه. اینجا این نونور بازی ها رو نداریم. در واقع همون جور که گفتم اینجا برای تو یه تجربه جدید محسوب میشه. ببریدش. هی اونجا رو نگاه کن، یه تازه وارد اومده. آله یه تازه والده. هی دخلت اومده. دخل منم اومده. ساکت شو، تو ساکت شو. تمومش کنید. خوب گوش کنید و گوشاتون رو وا کنید. این تازه وارد اومده اینجا که بین شما باشه. پس ازش پذیرایی کنید. اونم در خورش. فهمیدید چی میگم؟ تو هم اینجا نباید برخلاف قوانین رفتار کنی. آسه برو آسه بیا. بهت خوش بگذره. پس همزلولی من توی آره؟ سلام، چطوری پسر؟ خوبی؟ خوش اومدی به اینجا. ببینم به تو گفتن دقیقا کجا آوردنت یا نه ها؟ من خب اب نداره، به منم هنوز نگفتن. اسم من اوزیه. راستشو بخواید یه سگ خونگی هم. چی خونه؟ چه واژه آشنایی. یادم میاد یه زمانی منم بلد بودم سگ خونگی باشم، ولی کلا فراموش کردم.
اینجا اتاق ماست، یعنی که سلول ماست. این پایین جای منه، اون بالا هم جایگاه توه. خب دیگه باید بخوابیم که صبح کلی کار داریم. بچه جان میدونی چیه، من اصلا از اینجا خوشم نمیاد. دوست دارم از اینجا برم بیرون، ولی آخه چجوری میشه کمکم کنی؟ جا گفتی بابا جان، اومدنت با خودت نیست و رفتنت هم با خودت نخواهد بود. بس استراحت کن، از این لحظاتت لذت ببر که بگی بخواب. قرار بود از من اینجا نگهداری بشه، ولی نمیدونم چرا من آوردن اینجا. زیاد فکر نکن، خل میشی، یه جورایی به وضع اوضاع اینجا عادت میکنی. بیا بخواب که حسابی کار داریم فردا. وقت خاموشیه، بگیرید بخوابید. صبح زیبایت که نه، صبح بریختت قشنگی و شادی سپری نشه. پاشو هم اتاقی هم شاگردی سلام، هم اتاقی سلام. پاشید ببینم، تن پروری دیگه بسه. همه به خط باشید، باید یه حضور غیابتون بکنیم. امروز روز سختی رو در پیش دارید، باید همتون کار بکنید، مرتب و منظم باید باشید. هی راستی، ما یه تازه وارد داریم، من نگاه کنین، اینها اسمش عزیه. دوست داره بدونه که اینجا کجاست و به کجا آمده است. زیاد کاوش نکن، خودت اذیت میشی. راستشو بخوای اینجا بس دیگه ساکت باشید، حرف نباشه. برید سر کاراتون. خوب به محیط اطرافت نگاه کن. اینجا جاییه که از تنبربری و تنبلی خبری نیست. فقط باید کار و کار و کار کنی تا بتونی موفق بشی، یعنی اینکه زنده باشی. اینجا مفت به کسی غذا نمیدی، باید کار کنی تا بتونی زنده بمونی. بله متوجه شدم. کار تو اینجا اینه که بشقاب پرنده های آبی رو از بقیه جدا کنی و توی کارتونا بچینی. حواستو جمع کن، باید این کار به دقت انجام بشه، به دقت و نظم و ترتیب. فهمیدی چی گفتم سگ بد؟ تنبیه که نمیخواد. خوبه، پس برو سر کارت. ای بابا، چرا اینجوری میکنی آخه؟ ها، چرا ریختی به همه چیو؟ نه نگران نباشید، الان درستش میکنم. اینا رو بعد بریزم اینجا. الان به یه چشم هم زدن درستش میکنم. ای وای. منظم باشید، به ترتیب بیاد غذاتون رو بگیرید. نفر بعد خوشمزه به نظر نمیاد. من اینو فکر نمیخوام. نمی‌کنی که اومدی مهمونی؟ آخه این همینه. اصلا قابل خوردن نیست. از قوانین میخوای سرپیچی بکنی تو؟ اوه نه چه غذای خوشمزه ای.
دلم واسه این تازه وارد سوخت. بگو بیاد اینجا. پسر بیا اینجا بشین. ممنونم از لطفتون، واقعا سپاسگزارم. اصلا نمیخواستم اینجوری بشه، یعنی نمیدونم چرا اینجوری شد. ممنون. قصه نخور، بالاخره به وضعیت اینجا عادت میکنی و خودتو به اینجا وقف میدی. وقف یا وقف یا همچین چیزی. دیگه از دستم در رفته که چند سال اینجا موندم و دارم کار میکنم برای اینا. نمیدونم آخرش چی میشه. یعنی حتی آخرشو شما هم نمیدونین؟ پس اینجا چجوری دووم آوردین؟ اصلا نمیشه اینجا موند. یعنی منم اولش مثل تو بودم، کنجکاو و کاوشگر، ولی عادت میکنی. خسته شدم از شما. زود باشید ببینم چی کار میکنید. تنبلا بده به من. انقدر خودتو اذیت نکن. اینجا آخری نداره که بهش فکر بکنی. باید تا آخر عمر اینجا بمونی و حمالی کنی. اما من کلی برنامه داشتم، خونه داشتم، برای خودم جایگاهی داشتم. خودت میگی داشتی، منم یه روزی پا داشتم ولی الان اونم ندارم. یعنی پاتم اینجا از دست دادی؟ واقعا غیر قابل تحمله. اونجا چه خبری ها؟ خیلی مراقب باش که گیر اونا نیفتی. اصلا باشون کاری نداشته باش. راست میگه، اونا شخصیت های منفی داستانن. الان میخوام براتون یه آواز جدید بخونم. پس میخونم سهر دو خطت ناسم، سل قننشه باسم، سهر دو خطت. این از اول اینجوری نبوده. عباس مثل تو فکر و خیال کرد اینجوری شد. پس فکر و خیال نکن. توی جمله بهت میگم آسه برو آسه بیا که اینا شاخت نزنن. برات میخوای آهنگ درخواستی بخونم؟ چه آهنگی میخوای تو براتون نصف بخونم؟ بیشتر عمرتو تو انفرادی بودی، پس تا انداختم تو انفرادی دهن گندتو ببند. باشه؟ درو وا کنید. دوره انفرادی تو به سر اومد. چیه؟ چه خبره ها؟ اصلا نمیفهمم چرا دارن اذیتش میکنن. چیزی نگو. من طاقت ندارم. نباید این کار انجام بشه. نباید اذیتش کنیم. چی شد؟ واسه خودتون درد سر درست نکنین. حیف که جوجه ای، وگرنه میدونستم چی کارت کنم. کار عاقلانه ای کردی. اون تازه وارد تا حالا اینجا ندیده بودم. به دلیل اینکه چون تازه وارد شما ندیده بودیش تازه اومده. مگه بهت نگفتم که با اینا دهن به دهن نزار؟ عینکی تا کی باید صبح باشیم و کارهای تکراری انجام بدیم؟ آخه من که تحمل ندارم. عینکی ببینم تو عینکی رو ندیدی؟ صبح که بلند شدم رو تخت خوابش نبود. ببینم کجاست عینکی؟ بارها گفتم هر کی قوانین اینجا رو رعایت نکنه تنبیه میشه، اونم به بدترین شکل ممکن.
راستشو بخواین شبونه میخواستم برم دستشویی، رفتم تو اتاق رئیس زندان، اونا هم تا میخوردن مثل سگ منو زدن. مگه نگفتم همیشه اول عینک تو بزن؟ یادمون نره که باید قوانین اینجا مو به مو اجرا بشه. چند بار باید بهت بگم که اینجا دستشویی نیست؟ پرواز به بی نهایت و فراتر از نگهبانا زود بیاین منو ببرید انفرادی، خواهش میکنم. عینکی لطفا قبل از هر کاری که میکنی با ما هماهنگ باش، نمیخوام اتفاق بدی برات بیفته. به قول اوزی دیگه از این وضع خسته شدم. تا کی باید صبح بیدار شیم و کارهای تکراری انجام بدیم؟ خسته شدم از اینا. من میدونم و اینا حالا حالیتون میکنم. باید یه برنامه خوب براشون ترتیب ببینم. اینجور که میبینم عینکی هم از این وضع خسته شده، ولی یکم براش خطرناکه. هماهنگی که بخواین براتون میخونم، از قدیمی و جدید و تکراری و غیر تکراری. میخواین بخونم براتون؟ چی میخواین؟ چی؟ مثلا اینا رو ول کن، یه دفترچه شعر دارم، بیا از رو اون انتخاب کنم برات، هر چی میخوای بخونم. بیا بریم، بیا بریم، هر چی بخوای میخونم. حریف میطلبم. رئیس این همون تازه وارد است، بدم میاد ازش. میدونی که اینجا قلمرو ماست، هر کسی نمیتونه بیاد. بله درسته، اینو شنیدم. اگه میخوای دست و پات مال خودت باشه باید به حرفای ما گوش کنی. ببینم قدرت بدنی چقدره. من اصلا قدرت بدنی خاصی ندارم. امیدم نکن. تو باید بیشتر از اینا به خودت فکر کنی. راستشو بخواین من اصلا با خشونت موافق نیستم. از تو یه جنگجوی خوب میسازم. نه 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 نه. یک مشت آهنین. مشت آهنین نه. خودتو باور داشته باش پسر، تو میتونی بهترین باشی. میفهمی چی میگم؟ یک سگ قهرمان. راستش من از همینی که هستم راضیم. خواه من روحیه قهرمان طلبی رو در تو میبینم. حیفه که این روحیه کنار گذاشته بشه و بهش رسیدگی نشه. پس آماده باش. آماده چی باید باشم ها؟ آمادگی ندارم من اصلا. راستشو بخواین من عادت ندارم از کسی نه بشنوم. در واقع هر کی گفته نه بعدن ور افتاده، مگه نه بچه ها؟ زود باش، هر چی من میگم یعنی من اصلا اینجور که شما میگین نیستم. اصلا من خشونت تو خونم نیست. هر سگی خشونت داخل خونشه. نه لطفاً اون روی سگ تو به ما نشون بده. یعنی در واقع روی سگی تو. ببینم اون روی سگ تو کوچولو، ببینم. میشه بگید از من چی میخوان؟ یه قهرمان واقعی، یه قهرمان درست حسابی. تو میتونی قهرمان بشی. اول میخوام قدرت بدنی تو امتحان بکنم، ببینم در چه حدیه. زود باش، منو ناامید نکن اوزی جان. میخوام ببینم چند سگ حلاجی. خنده داره. نه نمیدونم بتونم از پسش بر بیام یا نه. تو میتونی، هر کاری که بخوای و میتونی انجام بدی. برو ببینم، روی من رو سفید کن. آخه نداره اوزی. بدو ببینم چی کار میکنی. بدو عزیز دل من. آخه من هنوز آمادگیشو ندارم. یادت باشه که من اصلا دوست ندارم. نه بشنوین.
قرار مسابقه شروع شد. خب اول اوزی میره جلو. اوزی همین جوری داره میدوه ولی هنوز عقبه. وای حالا دارن همچنان ادامه میدن. عجب مسابقه ای شده. تن به تن. اوزی دوباره عقب افتاد. نه عقب نیفتاد. اگه بتونه ادامه میده و میبله. باید ببینیم چی میشه. اوزی داره میره جلو. اوزی برد. این باور نکردنیه. اینو که رو سفیدم کرد. آفرین. یه فرصت دیگه به من بدید لطفاً، خواهش میکنم. وقت و بخت تو با تو یار نبود. بندازینش بیرون زود. آفرین بچه های گلم. برو. اوزی میدونستم که از پسش برمیای پسر. من جایی نمیخوابم که آب از زیرش رد بشه. فهمیدی چی میگم؟ باور بکنید که این قضیه کاملا شانسی بود. اوزی شانس بی مناست. من به شانس اعتقادی ندارم. این خودت بودی که تونستی و خواستی و برنده شدی. فهمیدی چی گفتم بهت؟ حرفای منو مو به مو آویزه گوشت کن اوزی تا بتونی موفق بشی. من فقط راهنماییت میکنم، بقیهش با مطمئن باشید. خوبه داری یکم سر به راه میشی پسر. پس به حرفای من گوش کن. دنبالم بیا که من خوبی تو میخوام پسر. دنبال شما بیام؟ آره بیا که هنوز کلی با هم کار داریم اوزی جان. اوزی من کلی با تو حرف زدم، مثل اینکه آب تو هون کوبیدم پسر. گفتم با اونا نگرد. اونا منو مجبور کردن. منم نمیخواستم ولی تونستم ببرم از یه سگ. به این ترفندای احمقانه دل نبند اوزی. تو هنوز اون سگای بدجنس رو نشناختی. تو درد سر میافتی. زود از اونا فاصله بگیر. اونو میبینی یه روز همون راهی رو رفته که تو داری الان میری. تمام میشوم شبی فقط به هم اشاره کن. میدونم بی ربط بود ولی گوش کن به حرفش اوزی جانم. اوزی رو اذیت نکنید. هر کی اوزی رو اذیت کنه با من طرفه. از لطفتون ممنونم ولی میخواستم بگم که من نمیخوام ادامه بدم این راهو. قانون من توش نه وجود نداره. میدونم ولی خب من خودم و اینجوری که شما میخواین نشناختم. راستشو بخواین من تمریناتمون رو فردا ادامه میدیم و از تو یه قهرمان بزرگ میسازیم. یه قهرمان دوست داشتنی و قوی. اوزی جان من به تو افتخار میکنم. دوست داری تو بازی کنیم؟ ببینم همه چی مرتبه، مشکل خاصی که نیست. راستشو بخواین داشتم با اونا تمرینای ورزشی انجام میدادم. همه چی خوبه. و دیگه این که نباید قوانین اینجا رو زیر پا بذارم. میدونم و هر چیزی که بودی قبلا رو باید فراموش کنی. یه تجربه جدید برات خواهد بود اینجا. متوجه هستی؟ منم یه سگ خونگی بودم. اومدم اینجا و خود ساخته شدم. نمیدونم چند سال اینجا ولی از همه بزرگترم و یعنی شما خیلی سال اینجایین؟ از خیلی سالم بیشتره. دوست ندارین بیرون رو ببینین؟ یادت که نرفته. درسته که اینجا قانونایی داره ولی بعضی وقتا هم لازمه. نمیخوام چیزی بشنوم که خلاف قوانین اینجاست. متوجه شدی؟ بله ولی اینجا همه چیش تکراریه. همه چیز داره تکرار میشه. بعضی وقتا تکرار بهتر از اتفاقات جدیده. تکرارم برای خودش یه تجربه جدید محسوب میشه پسر. تا فرصت هنوزم هست برگرد. حرف جدید نمیخوام بشنوم. قوانین اینجا. قبول بکنید که شما خیلی وقت اینجایید و بیرون رو ندیدید. شاید بیرونم یه اتفاقات و یه تجربه جدید برای خود شما بشه. همه چی تو اینجا نیست. یعنی از اینجا خوشت نمیاد؟ هنوز با اینجا کنار نیومدی؟ یعنی هنوز اوضاع خوب نیست؟ ما قرار بود با هم دیگه حرف بزنیم. دوباره اشتباه کردی پسر. اشتباه کردی.
مجبوری که این تنبیه ها رو انجام بدی. زود باش انجامشون بده. آها زود باش. غذا بی غذا. تنبیهات تو هنوز تموم نشده، باید ادامه بدیم. ما همه دوستای توییم. این برخلاف قوانین. شاعر میفرماید از محبت خارها گل میشود، از محبت خارها گل میشود. ولی اصلا محبت معنی خاصی توی قوانین اینجا نداره. ممنون عینکی بابت همه چیز. من بدون تو خوابم نمیبره عزیز. شما رو دوباره برمیگردونم سر کار، ولی حواستون باشه که دوباره گندکاری نکنید و دست گل به آب ندید. با حواس جمع کارتون رو شروع کنید و ادامه بدید، وگرنه خودتون میدونید که. بچه‌ها من خیلی از خودم ناراحتم. شما به خاطر من افتادید تو دردسر. اصلا کار درستی نکردم. هر کاری میخواید بکنید، ولی قوانین اینجا رو زیر پا نذارید. راندمان اینجا نباید کم بشه. متوجه شدم. راندمان شما باید هر لحظه و هر دقیقه و هر ثانیه بالا و بالاتر بره. متوجه شدید که ها؟ من تمام سعیمو میکنم که به بهترین شکل کارو انجام بدم، ولی ای کاش هرچه زودتر از اینجا برم. متاسفم چه دانم، ولی ما هر کاری از دستمون بر اومد براش انجام دادیم، ولی خب نشد که بشه. بله اوزی سگ خوبی بود، یکی از بهترین سگ‌های اینجا. راستشو بخوای نشد که بشه. ما هم خیلی ناراحت شدیم و میرسیم به مفاد قرارداد. این هم قرارداد ما به شما. بفرمایید باید پرداخت بشه. ولی شما مفاد قرارداد رو امضا کردید. ما بعد از این هم باید یه چیزی از شما بگیریم، مثل اینکه قرارداد ما رو نخوندید. خوب شما میخواید من بازم به شما پول بدم در حالی که سگ ما رو به همون تحویل ندادین؟ اینو به من میدین، آخرش که چی؟ به من این قراردادیه که شما امضا کردید و مو به مو در مفاد قرارداد این چیزا آمده. من با قوانین اینجا کنار اومدم خوشحالم که همچین چیزی رو میشنوم و حاضرم که تابع قوانین اینجا رفتار بکنم. بهترین خبری بود که این چند وقت اخیر شنیدم. خوشحالم که به اینجا دوباره برگشتی اوزی. خوش اومدی به خونه خودت. مطمئن باش که از تصمیمت پشیمون نمیشی. تصمیم عاقلانه ای گرفتی اوزی. مطمئن باش که من حمایتت میکنم. از بودنت اینجا حسابی لذت ببر. لذت میبری؟ تو چیکار کردی تسلیم اونا شدی؟ مگه نگفتم دورو برا اونا نرو؟ شاعر میفرماید اونی که رفته دیگه هیچ وقت نمیآید. تا همیشه دل من گریه میخواهد، ولی من میدونم دارم چیکار میکنم. تو نمیدونی داری چی کار میکنی. ما رو دشمن شاد میکنی. من یه نقشه‌ای دارم. من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم. من به شما احترام میذارم، ولی آفرین. من میدونستم تو یه نقشه‌ای تو سرته. میدونی چیه؟ من و تو میتونیم با هم دیگه یه عالمه کار بکنیم. فقط من و تو با هم، مگه نه؟ نه ازت خوشم میاد پسر. در واقع تو جزو نقشه منی، مگه نه؟ خوب گوش کنید ببینید چی میگم. من هیچ وقت نمیتونم این وضع رو تحمل کنم. خودتون روحیه منو میدونید. من با اینها دست صلح دارم. ایول تو روحت، یعنی به روحیت افتخار میکنم پسر. من و تو با هم دیگه بس خیلی تمومش کن. عالی میشه. لطفاً شما هم با من دست بدید. راستشو بخوای من کلیتشو نفهمیدم میخوایم چیکار کنیم، ولی باشه من با تو دست میدهم. ستاییتون باید این کار انجام بدید. تموم کنین مسخره بازی‌ها. منم موقعی که جوان بودم تو سرم خیلی چیزا داشتم، ولی آخرش چی شد؟ هیچی.
نگران نباش، ما با توییم. هر کاری که بکنی با تو همراه هستیم. میگه کجایی رفیقم؟ دقیقا کجایی که من بی تو؟ نمیدونم، در واقع نمیدونم دارم کار درستی انجام میدم یا نه. تو خیلی نابغه‌ای، خفنی در واقع. آفرین. سلام موزی، یه امضا به من میدی؟ یه امضا هم برای دوستم، رفیقم، همسایه‌مون، این وریه اون وریه، همه کلی امضا میخوام. تو معروفی. ما که نفهمیدیم بالاخره آخرش چی اوزی جان؟ چیزی هم دستگیرت شد؟ یه چیزایی دیدم و یه چیزایی تو سرمه، ولی درست نمی‌کنم. 2095 2065 2000 3000 2092 2095 2000 داریم ورزش میکنیم. اوزی، میخوام خودتون نشون بدی. بعد از این همه مدت میخوام ببینم چی کار کردی. ببینم اوزی جان، خودتو آماده کردی؟ راستشو بخواین من تمام سعیمو کردم. باید بیشتر از این حواسمون رو جمع بکنیم. نمیدونم داریم راه درست رو میریم یا نه. ببین من با تو هم ناامید نشی یه وقتی ها. نه ناامید که نه، ولی امیدوارم یه روز هممون بتونیم با هم دیگه آزاد بشیم. آزادی 2 نفر، آزادی 3 نفر، آزادی 4 نفر، اصلا در بس آزادی. این پسر منو یاد گذشته خودم میندازه، ولی خب من الان از گذشته خودم پشیمونم. میگه نخور غم گذشته، گذشته ها گذشته، هرگز قصه خوردن گذشته بر نگشته. میترسم یه بلایی سر خودش بیاره. خود من مگه نبود 2 پامو از دست دادم و آخرشم افتادم یه گوشه. نه اون مثل تو نیست، یعنی تو هم خوبی ها. یعنی یه خورده اون با فکرتر و با مغزتر. شایدم نه تو بهتر باشی، یعنی تو خوبی. مسئله این چیزا نیست، مسئله اینه که بلایی سر خودش نیاره. اون شور و شوق داره و امیدوارم این شور و شوقش زمین نخوره. شاعر میگه تو این شبها اگه ماهو داری، من اون ماهو دادم به تو یادگاری. مسخره بازی رو بذار کنار پسر، جدی باش. درسته اون خیلی زرنگه، ولی امیدوارم تو درد سر نیفته. ما همه با همیم. امیدوارم برای هممون اتفاق خوبی بیفته. و یه پایان تلخ بهتر از یه تلخی بی پایانه. نمیدونم اینو از کجا شنیدم، ولی شنیدم. خوب تو گوشت فرو کن، اونو هیچ وقت تنها نذار. کینگ مووی. وقتی هنوز خوب بلد نیستی نمیدونم چه اصراری به تمیز کردن داری.
بذار سگای دیگه بیان این شانسشون رو امتحان کنن. زود باشید، وقت زیادی نداریم. همه جا رو با دقت بگردین. زود باشید، خواهش میکنم زود باشید، وقت نداریم. ای دوک، چرا اینجوری وایسادی و خشکت زده؟ زود باش پسر، وقتو تلف نکن. دوک نگران نباش، به زودی همه چیز درست میشه و تو هم برمیگردی خونتون. زود باشید، وقت رو تلف نکنید. زودتر باید از اینجا بریم. قبل از رفتن باید اتاقو مرتب کنیم. زود باشید بچه ها. تمام سعیم را کردم که شیشه بس زیبا برای شما تمیز کنم. میگی همومی من بسازم 40 ستون 40 پنجره. حیوان داره میاد. خطر خطر خطر. بدوین کاری کنید. زود باشید چیکار کنیم فرار کنیم نه نکنیم وای نمیشیم. موقع تمرین نگفتن مزاحم نشین؟ ببینم کسی به تو نگفته نباید مزاحم ما بشی؟ دوک بابا جان یواشتر، مرد اون زیراخه. ای بابا. از رهایی از شاوشنگ چی؟ اگه نقشه رو برعکس نگرفته باشم به گمانم درست آمده این دوک، مگه نه هن؟ به نظر تو موفق میشیم هن؟ یا هنوز موفق نشدیم؟
یا خواهیم شد. اوزی میشه بلنده، اوزی مثل پلنگه، اوزی از همه لنگه، اوزی خیلی قشنگه. نباید مسابقه رو به هم بریزی نگهبان. هنوز آمادگیش مناسب نشده. اون به من یعنی سرپرستش ربط با داره. منتظریم ببینیم اون چی کار میکنه. من خودم به اوزی علاقه‌مندم و دوست دارم که پیروز میدان باشه. اینطورم میشه. من تمام سعیمو میکنم. ولی هنوز مثل عقرب کوچیکه ساعت داری دنبال عقرب بزرگت میگردی. مواظب باش. اون سرشار از استعداده، پس برای مبارزه آمادش بکن. ولی باید مواظب باشی که از بین نرو و تلف نشه. مواظب باش. من خودم میدونم دارم چی کار میکنم، پس منتظر مسابقه خوب از اون باشی. من امیدوارم. امیدوار باش که توی این میدون اتفاقات خوبی میفته. یعنی میدون نبرد همون میدون مسابقه است و مبارزه در میدان. ولی ما قصدمون ورزش بود. با تمام قوا آماده باش اوزی، که تو باید این مبارزه و مسابقه رو برنده بشی و از پسش بر بیایی. ولی ما قرار بود طبق قوانین رفتار بکنیم. قانون اینجا رو من تعیین میکنم پسر، و تو هم طبق قوانین رفتار میکنی. روز مسابقه سر رسیده. این شما و این هم اوزی قهرمان آماده باشید که میخوایم شاهد مبارزه و مسابقه امروز باشیم. بالاخره اومدی. ما آماده ایم، آماده مبارزه و مسابقه. حواستو جمع کن اوزی، باید تمرکز کافی رو داشته باشی. من تمام سعیمو میکنم. امیدوارم موفق بشم. دیگه دست خودت نیست، باید موفق بشی. این که گفتی خوب بود یا بد؟ دوست نداشتم یه همچین روزی رو برای تو ببینم، ولی حالا که تا اینجا اومدی باید تا آخرشم بری اوزی. ببینم تو الان داری تعریفشو میکنی یا بدشو میگی؟ یا باید از اونجا فرار کنی یا باید تا آخرش بری. بالاخره من که متوجه نشدم تو موافقی که فرار کنه یا وایسه و مبارزه کنه. من هنوز تکلیف خودم رو متوجه نشدم. بفرمایین، خواهش میکنم. اوزی خودتو نباز. یعنی مبارزه کنه که نبازه یا فرار بسا کنه؟ دیگه دهنتون رو ببندید. اوزی من که نفهمیدم خوب گفت یا بد گفت، ولی تمام سعی تو بکن که بتونی اوزی جان. باشه این کارو میکنی؟ من تمام سعیمو میکنم که بتونم سربلند بیام بیرون. امیدوارم که بتونم. آفرین. اوزی خیلی قشنگه. اوزی از همه رنگه. اوزی مثل پلنگه. اوزی خیلی قشنگه. اوزی میشه بلنده. اوزی خیلی بلنده. اوزی ما تا اینجا با تو بودیم، نگران نباش، هنوزم با تویم. ما میتونیم، یعنی تو میتونی. راستشو بخوای هدف من این نبود، ولی تمام سعیمو میکنم که بتونم. اوزی چشم امید همه ما به توه. برو ببینم چی کار میکنی پسر جان من، عزیز دلم. برو و پیروز مرگرد. ولی هدف ما چیز دیگه ای بود. ولی الان به اینجا رسیدیم. من تمام سعیمو میکنم، امیدوارم به هدفمون برسیم. بابا جان وقتو تلف نکن، برو تو میدان مبارزه. بیا برو، تو خیلی تمرین کردی. درسته، خیلی خوب. میرم و امیدوارم که رو سفیدتون بکنم. بالاخره روز مسابقه فرا رسید. امیدواریم که اوزی بتونه برنده بشه.
حالا میشینیم تا ببینیم اوزی چی کار میکنه. این پسره میخواد مبارزه کنه، نمیدونم برنده میشه یا نه. کم دارم نگران میشم چرا این پسره گیر کرد ها؟ اعصابمو دارن خورد میکنن اینا. زود باشید ببینید کجاست. خب این شما و این هم اوزی قهرمان وارد میدان شد. اوزی جون. سگ قهرمان این فصل کسی نیست جز او، یعنی اوزی. داره پیش میره، خوبم میره، اما همه چیز در خط پایان معلوم میشه. خط پایان. اوزی داره پیش میره. مبارزه قشنگیه ولی اون شانس زیادی نداره. مطمئنم که نمیشه. چی شد؟ برقا چرا قطع شد ای بابا؟ ها؟ یعنی چی؟ چرا همه چیز به هم ریخت؟ آبروی من در خطره. نمیدونم چرا اینجوری شد. یکی به من بگه اینجا چه خبره هان؟ برقا قطع شد و دوباره وصل شد و اوزی در کار نیست. نذارید فرار بکنه. رئیس جونم هیچ خبری ازشون نیست. معلوم نیست کجا رفتن. چیزی نمونده، زود باشید. من هنوز نمیدونم خوابم یا بیدارم. یعنی ما میتونیم یا نمیتونیم. یه قدم مونده تا برسیم به آزادی. یعنی واقعا داریم میریم به سمت آزادی؟ من که فکر نمی کنم. ای وای کمرم بلند کردم. همه
مانا زده شد. دیگه بسته، برید تو ببینم. ببینم همتون هستین؟ من نمیدونم هستم یا نیستم. یکم تحمل کنیم دیگه به آزادی نزدیک بشیم. بابا جان من به سر خوشم راضیم، حالا آزادی نشد. شکست خوردیم. نمیخواستم شما رو بندازم تو دردسر. معذرت میخوام. دردسر فقط یه دقیقشه. از اون تعجب میکنم که چرا دوباره این کار رو کرد و دوباره از یک سوراخ گزیده شد. چی دوباره؟ یعنی تو یه بار دیگه این کارو کرده بودی؟ پسر من که بهت گفته بودم این راهی که میری به هیچ جا نمیرسه. این راه غلطیه. من یه بار رفتم ولی به نتیجه نرسیدم. بابا جان تو خودت خفن بودی و به من نمیگفتی. دوست نداشتم تو هم به سرنوشت من دوچار بشی و علیل بشی. میفهمی چی میگم پسرم؟ تو درست منو یاد جوونیای خودم میندازی. پس همینی که از قدیم میگن جوونی کجایی که یادت بخیر. درست نمیگم؟ چرا به من نگفتی تو؟ اما کار تو به همین سادگی ها تموم نمیشه پسر. فکر کنم دیگه کارش تمومه. کاش تموم باشه، بزرگترش تمومه. واقعا کار اشتباهی کرد، ولی از این شجاعتش خوشم میاد. با من امری ندارید قربان؟ نه برو و ما رو تنها بذار. برو از اینجا. نمیدونم میدونی کار به اصطلاح شجاعانت چه عواقبی در نظر داره برات یا نه. کار اشتباهی کردی. تو به ما قول داده. ولی ای کاش شما هم میومدین و با هم بیرون رو میرفتیم. طعم آزادی خیلی زیباست. حرفای خارجی میشنوم. نمیخوام دیگه از اینجور حرفا بشنوم. اونم اینجا. خیلی خوب چشم. ولی شما دارید واقعا به خودتون ظلم میکنید. ولم کن. من نمیتونم شما باشم. در گرمی های مزخرف رو تمومش کنید. نه که 1% هم میبخشم دیگه نمیبخشم. با زبون خوش بیا پایین و به اون کاری نداشته باش. فهمیده چی گفتم بهت پسر؟ زود باش بیا پایین و تسلیم شو. There's just one thing that I want you to do for me. بدرود. به روبر منو نگاه نکن، یه کاری بکن تن لش. معلوم نیست دوباره چه دستگلی به افتاده. شاید دستگل آفتابگردون باشه رئیس جون. دهنی تو ببند و زود ببین چه اتفاقی افتاده. اوزی داره باهاتون صحبت میکنه. شما یه عمره که اینجا بودید و طعم آزادی رو نچشیدید. بیرون اتفاقای خوبتری در انتظار شماست. بیرون همه چیز قشنگتره. آسمون آبیه. اینجا همه چیز خاکستری و مرده است. همه چیز تکرار و تکرار. لطفاً تا فرصت هنوزم هست
به خودتون برگردید. لعنت به چلاق سرخ، لعنت به چلاق سبز. این تکرار رو تمومش کنید. به خودتون بیاید. خودتون رو دوست داشته باشید. ما با هم دیگه میتونیم یه دنیای بهتر رو بسازیم. اینجا همه چیز مرده است. خوب به حرفای من گوش کنید. همه چیز تو اینجا ختم نمیشه. آینده خوب پشت این درها منتظر شماست. پس بیان یه آینده خوب و برای خودمون رقم بزنیم، نه اینکه اینجا پشت این میله ها بپوسیم و از بین بریم. دلم برای صاحبم تنگ شده. وای من خونه داشتم. ببینم نکنه این صورتی مال شماست رئیس. صورتی دوست داری؟ دهنای کثیفتون رو ببندید. آینده بهتر حق ماست. حق همه ماست. یعنی واس ماست. کار دیگه تموم سگ خونگی. زود باش از اینجا برو زود باش. از اینجا منو نجات بده وگرنه من میدونم و تو. اگه از اینجا جون سالم به در نبرید من تو رو میکشم. افراد آماده باشن. حاضر آتش. سگای نادون گول این چیزا رو نخورید. میگم گول این چیزا رو نخورید. آقا باز کنید، من دلم نمیخواد سگ سوخاری بشم. باز کنید. کنار زود باشید. من میدونم با شماها میزنمتون داغونتون میکنم. خاک بر اون سرت، من تو رو میکشم. برو درو باز کنید. میگم باز کن. کمک.
ببینم اینجا چه خبره، شورش شده یا شورش شده ها؟ وای عجب خفنی تو اوزی. بیا بیرون پیرمرد، بیا خودت ببین. بیا بیرون. چی شده ها؟ ما الانم آزادیم، آزاد شدیم. خیال نکنید میتونید قصر در برید. من اینجا منتظر شما بودم. تمومش کن و گول اون هیکل گندتو نخور بی مصرف. بده به من اینو. آتیش نشانی. بله آتیش گرفته. بیا. تموم شد و پایان. من آمدم. وای من. نمیذارم قصر در بری تو. منم نمیذارم تو قصر در بری. ایوه. وایسا. اینم در زندان باز شد. میتونیم بریم بیرون بچه ها. این آزادی که آزادی میگفتن یعنی این؟ اوزی من به تو افتخار میکنم پسر. ای راستی من از شما هم خیلی چیزا یاد گرفتم. شما هم آزادین ولی درست برای خودتون تصمیم بگیرین. هیوزی من از اولشم به تو امیدوار بودم و میدونستم تو میتونی سگ بزرگی بشی. دوک اینجا رو نگاه کن. این عکس توئه که زدن گم شدی. دیگه دوک گم نیست، پیدا شده. من که نفهمیدم. اگه گم نشده پس چجوری پیدا شده ها؟ هی دوک اونجا رو نگاه کن. به تبریک میگم. کجا بودی پسر؟ خیلی دلتنگت بودم بابا جون. خیلی دنبالت گشتم. خیلی خوشحالم که برگشتی پسر. واقعا خوشحالم. دیگه نمیذارم ازم دور بشی. بیا بریم خونه دوک. واقعا صحنه زیباییه. خیلی دوست دارم. عینکی فکر کنم اینجا هم خونه تو باشه. به تو هم تبریک میگم پسر. خوشحالم. منم برات خوشحالم. تو سگ خوشقلبی هستی عینکی. ممنونم ولی اگه منو دیگه نخوان چی؟ اگه یه سگ دیگه جام آورده باشن و جامو پر کرده باشن چی؟ هیچی.
نگران نباشه اینکی، هیچ کس نمیتونه جای تو رو بگیره. مطمئن باش، اونا تو رو دوست دارن. عینکی بیاین با هم دیگه بریم بیرون. یه لحظه یادم رفته بود که عینکی گم شده. بیا بریم بیرون عزیز دلم. اون هنوزم منتظرته. ببینم توی عینکی خودتی. بیا ببینم عزیزم. عزیز دلم، من خیلی دلتنگ تو بودم. عینکی عزیز امیدوارم که دلم. همیشه همینجوری مهربون و شاد بمونه عینکی. خب یه ساعتی که داریم تو خیابونا میچرخیم. میخوای بگی خونه تو کجاست؟ بگو ببینم خونت کو. پسر، من تو 100 تا آسمون یه ستارم ندارم. من اون موقع خیلی جوان بودم ولی الان پیر شد. ولی من مطمئنم که هنوزم منتظر تو هم. آرزو و رویای قشنگیه پسر، ولی نه، واقعیت اینجور که تو میگی نیست. واقعیت چیز دیگه ایه. میرم به سمت سرنوشتی جدید. بیاین بخورین، اینم از صبونتون. میدونم. اوزی جونم برگشتی؟ اوزی عزیزم وای، کجا داری میری؟ اوزی یه مهمون داره. پس مهمون اوزی یعنی این که مهمون ما هم هست. پس خوش اومدی به خونه خودت. تو هم موافقی مگه نه که اون مهمون ما هم بشه؟ پس اوزی و یک مهمون جدید. خوش اومدی. به شنونده ها عزیز، صبح دلانگیز و عالی شما بخیر. امروز هم یکی از اون روزهای خوب و زیباست. امیدوارم صبحتون همیشه بخیر و شادی سپری بشه. خدافظ. ببینم نظرت چیه؟ واقعا که عالیه پسر، خیلی خوبه. بیا. این دیگه چه صدایی از کجا میاد؟ این صدای خبرای جدیده، یعنی روزنامه امروز. قربون همتون میرم، واسه تون روزنامه آوردم. یه دونه روزنامه و توی هدف. دلم واسه تو هم تنگ شده بود پسر. چند وقتی بود که تو هدف نزدم. ای وای. فرار! ای وای، کمک کنین ماما. برای دانلود فیلم های دوبله بیشتر به وبسایت کینگ مووی مراجعه نمایید. آدرس ثابت سایت ما kingmovie.biz. En mi
una historia